روز بخیر بینندگان عزیز. امروز پنجشنبه 9 می است و ما با جمع همکاران در دوشنبه و پرگ مجله خبری و تحلیلی رادیوی آزادی را تقدیم شما میکنیم. امروز در برنامه این موضوع ها را داریم. در دوشنبه پایتخت تاجیکستان عید غلبه را جشن گرفتند، اما یک جزء آن امسال کمرنگ تر بود. اقدام ما این تربیه حربی وطن دوستی جوانان می باشد. نوبت‌های دراز و مناسبت سرد و وعده‌های پی در پی، مهاجران تاجیک از تأخیر در گرفتن اجازه کار در روسیه شکایت دارند. یکم سبب نمیگویند که تا ما بفهمیم چی بخی ما در نظر بگیریم. و امریکا فرستادن اسلحه به اسرائیل را بس کرده است. سبب این قرار غیر منتظره چی بوده میتواند؟ امروز در شهر دوشنبه روز پیروزی بر آلمان فاشیستی را تجلیل کردند، اما یکی از جزهای این جشن که قبلا با شکوه و حضور مردم زیاد برگزار میشد مثل سالهای پیشین نبود. راهپیمایی پولک جاویدان که هر سال صدها نفر در آن شرکت میکردند امسال فقط 10-20 نفر داشت. چرا؟ همکاران ما ارشاد سلیمانی و شهلای عبدالله از دوشنبه گزارش میدهند. میدان 800 سالگی مسکو در دوشنبه، شماره از سربازان جنگ شوروی در افغانستان و کشورهای دیگر و نزدیکان اشتراکچیان و قربانیان جنگ جهانی دوم جمع آمدند. راهپیمایی پالک جاویدان امسال از اینجا به سوی باغ غلبه آغاز شد. ماهیت اساسی این اقدام ما این تربیه حربی وطن دوستی جوانان می باشد تا که جوانان امروزه تاجیک همین تاریخی گذشته پدر و بابایانمان را که با ما این خیل روزهای خوش را عطا نمودند فراموش نسازند. به فرق سالهای گذشته تعداد شرکت کنندگان به مراتب کم است. دوام 8 سال گذشته صدها نفر در این مراسم شرکت می کردند، اما امسال از 20 تن بیش نبود. چند روز پیش از این برخی از فعالان اجتماعی دعوت کردند که این راهپیمایی صورت نگیرد. در روسیه این مراسم از سال 2011 برگزار می شود که مخالفان آن می گویند این اقدام جنبه سیاسی دارد. در بعضی از کشورهای سابق شوروی به این دلیل به این راهپیمایی اجازت نمی دهند. به باور آنها این کار به رهبری نمایندگی‌های روسیه حالت تبلیغاتی داشته سلطه اتحاد شوروی را یادآور می شود و استقلال دولت‌ها را خللدار می کند. امروز تجلیل روز غلبه برگزاری شوی پولک جاویدان. ویژگی‌های غلبه خاص جنگی نو شدند که یکی از پیروزهای این جنگ امروز تجاوزگر شده است. اما شرکتداران آن باور دارند که این معرکه برای پاس داشتن خاطره قربانیان جنگ دوم جهانی کار خوب است. و با آنهایی که هر خیل گپ و کلاچه ها می‌بافند دایر به پولک جاویدان، دایر به قهرمانان ما که پدر و بابایان که در فرانت های جنگ بزرگ وطنی جنگیدند بر ضد عدو، بر ضد فاشیسم، با آنها گفتنی هم که اگر تاریخ را ما فراموش کنیم این پگاه با ما به مانند چیزی که در به نزدیکی همین کارهای ناخوش شد ترور رو دیگر با ما برمیگردد. برخلاف شرکت در این راهپیمایی مردم در باغ غلبه دوشنبه حضور گسترده دارند. اومدیم که میخوام که در آینده در روحیه وطن دوستی تربیت بکنم، از تاریخ خود، از تاریخ گذشتگان خود آگاه باشم. برخی از کهنسالان نسل شوروی از سال تا سال کم شدن حضور مردم خصوصا نسل جوان نگرانی میکنند. فراموش نکردند ولی نسل کلانسال از میان رفته ایستادند. جوانان از این موضوع دورند. درباره جنگ چیزی زیادی نمیدانند. بیش از 200,000 شهروندان تاجیکستان همچون جزء دولت شوروی در جنگ علیه فاشیسم شرکت کرده نزدیک به 60,000 آنها جان باختند. حالا در کشور 25 اشتراکچی این جنگ باقی ماندند که از سوی دولت 50,000 سامانی یا معادل $4,500 امریکایی هدیه جشنی دریافت کردند. گزارش نوبتی هم بر روسیه ربط دارد. شکایت مهاجران تاجیک از مناسبت سرد و بدرفتاری مقامات روسیه همچنان زیاد به گوش می رسند. تعدادی از آنها از شهر سنت پترزبورگ به رادیوی آزادی شکایت کردند که بارها پسیدر اداره مهاجرت برای پتنت رفتند ولی به آنها سندی ضروری دادن نشده است. مومین احمدی در این باره گزارش دارد. شناسنامه‌هایتان را گیرید و همه از نو 21 می بیایید.
درخواست دهها مهاجر تاجیک برای اجازه کار یا پتنت در سنت پترزبورگ دوباره رد شد. روز 7 می به بیش از 100 مهاجر تاجیک در خدمات مهاجرت شهر گفتند که امکان دارند دیگر باره روز 21 می مراجعت کنند. برخی باری سوم است که برای دریافت و یا تمدید مهلت پتنت می روند ولی دست خالی برمیگردند. کسی هم نمیگوید چرا به آنها اجازه کار نمیدهند. یگان سبب نمیگویند، میگویند تیار نیست. هم 150-200 نفر مهاجران با ابرخت همه خونهشون میرن. دیگر روز بیاید میگن با دیگر روز میریم با همین خیلی میکنن تیار نیست میگویند با میگردن. یگان سبب نمیگویند که تا ما بفهمیم چی بخیم مادن نداشتیم. اگر ما تا 1 یون پتنت نگیرم و کار در آمده جای کارم трудовой договор نکنم ما رجیستراسیون ما پردلیل کرده نمیشود و پرستروشکا میشد دیگر ما هیچ کار کرده نمیتونم مجبور ما باید گرانیتسا برم. هیچ کس چند مهاجری که پاسخ رد گرفتند گفتند مهلت پتنتشان ماه مارت و اپریل به آخر رسیده بود ولی تلاش‌هایشان برای گرفتن پتنت تا کنون نتیجه نداده است. به این گروه مهاجران 23 اپریل گفته بودند که روز 7 می مراجعت کنند. حالا این مهاجران سرسان میگویند میترسند که برای نداشتن پتنت آنها را از روسیه اخراج میکنند. در یک ماه اخیر فشار به مهاجران تاجیک در روسیه افزایش یافته است. مقامات روس این را چاره احتیاطی و پیشگیری از تروریسم می‌دانند. حکومت تاجیکستان رفتار مقامات روس را هدفمندانه و نامناسب نامیده بود. در قاهره پایتخت مصر مذاکرات حماس با اسرائیل از طریق کشورهای میانرو دوباره از سر گرفته شده است. با وجود آغاز شدن مذاکرات رفح آخرین پناهگاه فلسطینیان در غزه از جانب اسرائیل بمباران می شود. این عمل خشم آمریکا را به بار آورده است. گزارش خبرگزاری رایترز را کیومرسیاتو تقدیم می کند. جو بایدن پرزیدنت امریکا روز 8 می به اسرائیل هشدار داد که اگر حمله را به رفح ادامه دهد انتقال سلاح را به این کشور قطع می کنند. رفح در نزدیکی مرز با مصر جایگیر است و پناهگاه آخرین فلسطینیان غزه. جو بایدن در این صحبت اعتراف کرده است که اسرائیل در پاسخ به حمله مرگبار گروه تندرو حماس در روز 7 اکتبر سال گذشته با بمب‌های آمریکا در غزه مردم آسایشته را هدف گرفته است. تا کنون نزدیک به 35,000 نفر در نوار غزه کشته شدند. اکثرا زنان و کودکان هستند. لحن تند بایدن نشان می‌دهد که میان آمریکا و اسرائیل کشور همپیمانش در خاور میانه اختلاف پیدا شده است. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا گفت کشورش انتقال هزاران بمب وزنین را به اسرائیل بس کرده است. دلیلش را هم نگرانی از احتمال حمله زمینی اسرائیل بر رفح نامیدند. اگر شما در جنگ مردم عادی را حفظ نکنید، آینده صف تروریستان خیلی زیاد می شود. امریکا از حامیان بزرگترین اسرائیل است. جو بایدن گفته است که امریکا به دادن اسلحه برای گنبد آهنین که اسرائیل را از حمله موشکی دفاع می کند دوام می دهد. امریکا حمله را به رفح اشتباه می خواند و می گوید اسرائیل را برای این کارش کمک نمی کند. خود بایدن هم در سالی که باید در انتخابات شرکت کند برای پشتیبانی از اسرائیل در جنگ غزه زیر فشار روزافزون است. اسرائیل هنوز به حرفهای پرزیدنت آمریکا پاسخ نداده است ولی مقامدارانش میگویند به رفح حمله میکنند چون آنجا جنگجویان گروه تندرو حماس پنهان شدند. در رفح که در مرز مصر جایگیر است زیاده از 1 میلیون فلسطینی آواره پناه بردند. آمریکا از آن نگران است که هنگام حمله به رفح زنان و کودکان بیشتر کشته خواهند شد.
اخبار آزادی را ادامه می‌دهیم. گنرال زندانی و یکی از فرماندهان زمان جنگ شهروندی تاجیکستان غفار میرزایف بار دیگر خواهان بازبینی حکم شده است. او را 20 سال پیش به حبس یک عمری محکوم کردند. غفار میرزایف 68 ساله به پیوندانش گفته است زود بیمار می شود و می خواهد باقی عمر را در کنار نزدیکان گذراند. همکارم میرزانبی خالقزاد با خویشاوندان غفار میرزایف صحبت کرد و حالا در استودیو با ماست. میرزانبی، اول درباره جزئیات درخواست غفار میرزایف صحبت میکردید. بله، زرنگیست درخواست گنرال زندانی به واسطه نزدیکانش به مقامات فرستاده شده است و عایشه میرزایف و خواهر غفار میرزایف روز 9 می به رادیو آزادی گفت با برادرش اول همین ماه در زندان گپ زده است. عایشه میرزایف میگوید برادرش چند دفعه به دادستانی و دادگاه عالی نامه نوشت اما توجه نکردند. برای همین به رستم امامعلی رئیس مجلس ملی تاجیکستان مراجعه کرده است. غفار میرزایف از وضع صحتیش شکایت کرده گفته است که پایهایش ورم کردند. مقامات تا این لحظه برای شرح موضوع دسترس نبودند. پیوندانش میگویند در 20 سال گذشته به قضیه او توجه اصلا نشده است. یک دفعه نمایندگان اداره امبودسمن گفتند که با وی در زندان صحبت کردند. پس از آن که سال 2020 شکایت کرد او را با رقیبان سابقش در زمان جنگ شهروندی در یک جای نگه می داشتند در محبس. خب درباره وضع نگهداریش در زندان چی گفته است؟ ببینید، خواهرش میگوید که غفار میرزایف از شرایط زندان راضی است. مثلا پیشتر در نیم سال یک دفعه اگر خوراک میبردن حالا حق داشتن هر 3 ماه ببرن. خویشاوندانش قبلا در یک سال 2 مرتبه با او ملاقات میکردند، حالا سال 3 دفعه به دیدن او میروند. آنگونه که میدانیم غفار میرزایف را سال 2004 بازداشت کردند و بر اساس 30 بند قانون جنایی از جمله خیانت به دولت، قصد تشکیل تبدلات و گناه‌های دیگر به حبس ابد محکوم شده بود. وی فرمانده سابق گارد پرزیدنتی و رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر بود. چندین سال در منصب پرزیدنت کمیته المپیک تاجیکستان نیز کار کرد. با وجود آنکه نظرها به کار و زندگی غفار میرزایف یکسان نیست، 2 سال پیش گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت خودسرانه خواست که او را رها کنند. تشکر. همکارم میرزانبی خالقزاد درباره مراجعت غفار میرزایف فرمانده سابق زمانی جنگ شهروندی برای بازبینی حکم زندانش صحبت میکرد. و در ختلون که سیرحالی ترین ولایت تاجیکستان است، شفاخانه مخصوص برای کودکان نیست. والدانی که بچه هایشان بیمار می شوند شکایت می کنند که یک شعبه خرد کودکان در شفاخانه ولایتی برای اهالی چند میلیون نفری کافی نیست و باید برای معالجه طفلان شفاخانه بزرگتری بنیاد شود. محمود جان رحمتزاده این مشکل را تحقیق کرده است. 5 سال پیش بیمارخانه کودکانه ولایتی را در کلاب بستند و به اینجا کوش دادند. همچون شعبه در نزد بیمارستان ولایتی فعال است. سبب تبدیل دادن را نبود احتیاج به یک بیمارستان خاص کودکان در شهر گفته بودند. یعنی که اون جوش کاتولیکی هست نسبت به مثلا یعنی تأسیس بیمارخانه نو در سمت بیمارستان در نقشه نیست. شفاخانه برای معالجه 140 بیمار خدمت میکرد. در شعبه قادر به قبول 60 کودک هستند. کودکانی را که نیاز به جراحی دارند به دوشنبه میبرند. از همین سبب امامعلی رحمان سال 2022 از نبود شفاخانه خاص برای کودکان در ختلان انتقاد کرد. کانی مرکز جمهوری کسالخانه جمهوری کودکان کانی ولایت ختلان 4 میلیون زیاد میشه نداره. با وجود این ختلان هنوز هم شفاخانه خاص برای کودکان ندارد. حالا هم یک شعبه به کودکان 10 شهر و نواحی خدمت میرساند. بیماران و طبیبان از شرایط بد، گرمی طاقت فرسا و نبود آشخانه شکایت میکنند. برخی بیمارداران مجبورند با خود گلیم و وسایل طعام پزی بیارند. ختلان از نظر اهالی بزرگترین ولایت تاجیکستان است و از نظر مرگ و میر کودکان و نوزادان هم در مقام‌های اول در کشور می باشد. با وجود این مقامات ولایت ظاهراً ضرورت به تأسیس شفاخانه خاص کودکان نمی بینند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب. برنامه به پایان رسید. خدا نگهداری شما.